محترم داملا، دختری بیراهگردی را خواستم به زنی بگیرم و او را از این راه باز دارم، ولی با این آیت قرآنی واخوردم که مرا در اندیشه واگذاشت. مرد زیناکار و مشرک نکاح نمی کند مگر زن زیناکار و مشرک را، که این کار بر مؤمنان حرام کرده شده است. این آیت برادر عزیز از آیت سوم سوره نور است که خداوند در این آیت البته آشکارا واضح گفتگی هست که مرد زیناکار زن زیناکار را گیرد، مرد مشرک زن مشرکه را گیرد. لیکن این آیت را آیت 32 همین نور باز منسوخ کردگی هست. برای همین شما می توانید که به آیت 32 همین چیکار کنید؟ نظارت کنید. انا آیت 32 آیت این 3 نور را بیکار کردگی هست. حتی از این خاطر نزد احناف، نزد حضرت ابو حنیفه، حتی عباره ها هم است که و حبلا من زنا ولا تطاع حتی تضع، یعنی اگر یک زنی که از زنا هم حامله دار شده باشد، ابو حنیفه روایتش نزد مذهبش از زنا هم که حامله دار شده باشد و یا نکاح کردن درست است. فقط چیکار نمیکند؟ فقط با او خانه‌داری نمیکند تا زمانی که این زنا، این ولد زنا را تولد نکند. از این خاطر یعنی جایز است که اگر یگان زن زیناکارم که شما اگر یک زن بیراه را اگر شما به زنی گیرین تربیه کنین، ان شاء الله این شما ثواب میگیرین. یا اگر جوانی که بینکاح با یک دختر گشتن، خب دختر را حامله دار کردن، انا این جوان میتواند که همین زنی که با او گشتن بینکاح حامله دارش کرده است و هم نکاح کند گیرد، جایز میشود. لیکن برای اینه که نسبش معلوم است الکه، یعنی همون حامل از همین بچه است، معلوم است این میتواند که تا زاییدن همون کودک با این زن چیکار کند؟ خانه‌داری کردن گیرد. لیکن این فرزند ولد زنا داشت، ولد زنا حکم کرده میشه، زیرا که در بین اینها نکاح وجود نداشت. داملای شیرین سخن، این برادرش از ناحیه واسه بوده است. فیته های مگنیتوفانی که در آنها سرودهای سرایندگان ثبت شده است، در نظر دارم اودیو مگنیتوفون را، و همچنین فیته های ثبت شده کلام الله با تفسیرش، امر معروف، از جمله با صدای شما را می فروشم. کاری خوب میکنم یا بد؟ من برای همه شما برادرای عزیز تا امروز الحمدلله که از آیت قرآن بیرون نشدم، تا امروز از احادیث های صحیح پیغمبر خدا بیرون نشدم. باز میگویم خداوند در قرآن در سوره مؤمنون میگوید قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. خداوند چی میگوید؟ به تحقیق نجات یافت کدام مؤمن، کدام مسلمان نجات یافت؟ همان مسلمان هایی که در نمازشان خاشع هستند، در نمازشان ترسننده هستند، نماز از برای الله میخوانند، نماز آهسته میخوانند، نماز با رکوع و با سجده های ملایم میخوانند. اینها گفت نجات یافتگی هستند. زیرا من دیروز در یک معرکه بودم، فرخار، اونجا ما را سوال کردند که همین نمازی که تیز خوانده میشود آیا در همین یگان وعید است، یگان خبری در قرآن آمده است؟ انا در زیر علمین تفسیر آیت قرآن مفسران میگویند که نماز باید که خاشعانه باشد، نماز باید که با ترس باشد، نماز باید آهسته باشد. زیرا من برای شما حدیث ابو سعید خدری را گفته بودم، خود صحبت وی است، این صحابه پیغمبر است. وقتی از یک نفر پرسید، نگاه کرد که بسیار نماز تیز میخواند، رکوعهای تیز دارد، سجده های تیز دارد، حضرت ناراحت شدن صحابه پیغمبر، زیرا وی نماز پیغمبر با چشم دیدگی بود. فریاد زد گفت کم تصلی هذه الصلات. برادر عزیز گفت این نمازی که الحال خواندی چند سال شد خوانده ای ساده ای؟ منذ 40 سنه.
گفت ای ابو سعید 40 سال شد که این گونه نماز تیز میخوانم. حضرت چی گفتند؟ مثل ما ترسیدن یا مثل ما رعایه کردن؟ نه، اونها رعایه نمی کردن، اونها نمی ترسیدن، اونها هم تا آشکارا می گفتن ای جوان ما صلیت منذ 40 سنه، گفتن قسم به الله، گفتن تو 40 سال نماز نخواندی. لو مت على غیر فطرت محمد صلی الله علیه و سلم، اگر تو با همین نمازت از دنیا میگذشتی حتی تی در دین محمدی نبودی. این سخن ابو سعید خدری است. در دوامش چی گفتن خداوند؟ باز کدام مؤمن ها نجات می‌یابد؟ والذین هم عن اللغو معرضون، آن مؤمن هایی که از شنیدن سخنهای لغو، سخنهای بیهوده پناه طلب کردن، اینها در نزد خدا نجات می‌یابند. اگر همون سراینده ای که سخنهای بی معنی دارد، شعرهای دارد که از تربیه بیرون است، اخلاق جوانها را ویران میکند، این گونه سرودها را گوش کردن ما و شما سبب نجات ما و شما نیست. زیرا که این السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئول. خداوند در قرآن میگوید یقین دانین چشمهاتان، گوشهاتان، دستهاتان، پایهای شما در روز قیامت از حیات شما نزد من اخبار میدهند. در کدام راه سر شدن اخبار میدهند. شما خودتون خلاصه شو برارید. دیروز ما در یک معرکه بودیم، بسیار یک صحبت عجیب شد و حتی یک برادر خیلی قیمت ما عجایب یک سخنی گفتند در همون سرودهای بی‌معنیی که بعضی سراینده ها می سرایند تماشا کنین، گفتن همون معرکه در فقط زنک میماند و کودک، دیگر هیچ کس نمیماند. موی سفیدای عاقل هیچ کس نمیبینی، آدمای اهل خیرت در اون معرکه نمیبینی. شما میره مشاهده کردی خودتان. در مغازه‌ای که سودا میکنم اینش از خاولین بوده است، چپته های بردناک و بی برد تشکیل کردند و میفروشم، یعنی سپرینت. این کاری من به قمار وابستگی دارد یا نه؟ اگر گناهکار شده باشم چیکار کنم؟ اعوذ بالله. عزیز الله، این برادر عزیز الله نام داشته است. یعنی سپرینت اینا را از روی نقطه نظر اسلام هر چیزی که برد و باخت داشته باشد وای به قمار آمیخته است، وای از حساب قمار حساب کرده می شود. یعنی به قمار البته به البته وابستگی دارد و خداوند در قرآن هم همه ما و شما را از خوردن عرق، از قماربازی، آیتی که من در باب عرق برای شما صحبت کرده بودم، از قماربازی، از عرق نوشی، از بت پرستی، از فالبینی که اینها را پروردگار در قرآن حرام گفت، پلید گفت و ما و شما را گفت اگر از اینها دوری جوید نجات میابید. اینم از همون جمله چی هست؟ جمله قمار هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. داملای محترم، کودک میده را 4-5 ساله را گفتن بسم الله را و سوره را یاد دهی اوبال است. میگویند که اوبال است چون که به عقل هست، یا پسر یا دختر. نه، بلکه امروز الحمدلله 5 ساله بچه حافظ قرآن است، 5 ساله دختر امروز حافظ قرآن است. اینا را هر کدام شما، پیغمبر خدا چی گفتن؟ اولین کلمه که به زبان کودک باید رانده شود این چی است؟ لا اله الا الله محمد رسول الله است. اینا باید امروز ما و شما بی نهایت دور شدیم. امروز لبی دسترخوان دمی نشینیم فقط ملاها را غیبت میکنیم. امروز لبی دسترخوان دمی نشینیم غیبت همسایه ها را میکنیم. یک توده فرزند داری، 9-10 فرزند. تصور کن که تو 9 تا بلا به سر خود آوردگی هستی اگر از عهده اینها نبرایی، اگر اینها را تو تربیه کرده نتوانی. اینها را نزد دسترخوان که نشستین، فرزندهای چی دخترتان باشد چی بچه هاتان باشد نصیحتشان کنید. همین از رحمتی پدرم در آوان خوردیم از یاد کرده بودم. یعنی آن سوره های را که شما در خوردی از یاد میکنید وای در سر شما نقش میبندد، مثل نقشی در سنگ است، وای هیچگاه گم نمیشود.
این سوره هایی که شما در سین و سال بلند الکی از یاد میکنید، این از یاد شما درو میرود. از این خاطر کودکان را در همون خردی تعلیم دهید، به اسلام نزدیک کنید، با محمد صلی الله علیه و سلم شناس کنید. این ماه مولود است. در لب دسترخوان که نشستی بچم میدانی که همین ماه محمد تولد شدن صلی الله علیه و سلم است. محمد پدرش عبدالله نام داشت، مادرش آمینه نام داشت، فلان قزن داشت، 6 تا فرزند داشت، فرزنداش اینا بود. آمدن محمد صلی الله علیه و سلم به دنیا از این وظیفه ها عبارت بود. گفته اینا را به فرزندان تعلیم دهید. این اوبال نیست. ولی بعضی برادرها میگویند که اگر فرزند خرد در پهلوی تو آمدن نماز خواند در خانه، اینم گناه هست. گفتگی اینم گناه نیست. برای چی پیغمبر خدا گفتن نمازهای سنت در خانه خوانید؟ برای چی گفتن نافله هاتون در خانه ها خوانید؟ یک حکمت همین است که کودکی تو وقتی 2 ساله است، 3 ساله است، 4 ساله است، همون خم و راست شوی تو را وقتی که میبیند آمده در پهلوی تو چیکار میکند؟ و هم عادت میکند و هم خم راست میشود. از پدرش شاید که پرسد، شاید خدا در ذهن همون کودک در آورد و از پدرش پرسد پدر چرا تو خم میشوی؟ چرا تو سجده میکنی؟ پدر چی میگه؟ آخی الله وجود دارد، ما بنده خدا هستیم، ما باید خدا را عبادت کنیم. به فرزندی من تو هم فردا کلان که شدی همچنان خدا را عبادت کن. این وظیفه های هر یک پدر و مادر است.